دکتر هیوا امجدی، متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب. تحقیقات مختلف نشون دادن رابطه جنسی منظم و مرتب با یک پارتنر مناسب و قابل اعتماد به دفعات 1 تا چند بار در هفته میتونه بر عملکرد ذهنی، جسمی و روحی، روانی و مغزی شما بسیار تاثیر مثبتی داشته باشه. این رابطه جنسی از چند مکانیزم میتونه به شما کمک کنه. یکی اینکه خونرسانی مغز رو افزایش میده، ترشح دوپامین رو بالا میبره و از این طریق باعث افزایش عملکرد مغز، بهبود عملکرد شناختی، تقویت حافظه و در واقع بهبود عملکرد مغزی شما میشه. دوم اینکه میتونه یک سری پروتئین هایی رو که باعث تکثیر سلول های مغزی و نورون ها میشن افزایش میده و از این طریق میتونه شناختی و عملکرد حافظه شما رو بالا ببره. سوم اینکه خودش نوعی فعالیت فیزیکیه و به صورت یک ورزش میتونه خونرسانی مغز و قلب و عروق رو بالاتر ببره، به بهبود عملکرد قلب کمک میکنه، التهاب رو تو بدن کاهش میده و باعث افزایش نشاط میشه و به تبع اون افسردگی و اضطراب رو به میزان چشمگیری کاهش میده. اما یک سری شرایط باید این رابطه جنسی داشته باشه. اول اینکه باید به حتی الامکان با همسرتون باشه، با یک پارتنر مناسب و قابل اعتماد، بر مبنای اعتماد، اعتقادات مذهبی و خانوادگی و با رضایت طرفین باید صورت بگیره که بعد از اون شخص دچار عذاب وجدان و تبعات ناشی از یک رابطه جنسی نشه. پس توصیه اکید اینه که رابطه جنسی به صورت منظم به دفعات 1 تا چند بار در هفته با پارتنر مناسب و ترجیحاً با همسرتون با رعایت شرایط گفته شده انجام بشه و به تدریج تاثیر اون رو روی مغزتون، جسمتون و روح و روانتون خواهید دید. تحقیقات مختلف نشون دادن افرادی که این نکات رو رعایت کردن بعد از 5 سال عملکرد شناختیشون تا حد زیادی نسبت به افرادی که رابطه جنسی مناسبی نداشتن بهتر شده.